مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. من امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. میدونم منتظرید این فیلم 10 نفر با اون 10 نفر و اینا رو ببینید، یه دم گلنار به دستن، اما تیرتون خورد به سنگ. خدا بس دیگه. چرا؟ چون ما هر موقع میایم راجع به موضوعات مختلف مثل بورس و وضعیت اقتصادی صحبت میکنیم، ویدیو 20,000 نفر 30,000 نفر ویدیو میخوره، ولی وقتی میایم راجع به فیلم لو رفته از فلانی و فیلم لخت فلانی و فایل صوتی لو رفته از فلانی صحبت میکنیم 200,000 نفر میرن، در صورتی که وضعیت اقتصادی و مشکلات اقتصادی و اتفاقات اقتصادی به خاطر تصمیم‌های احساسی و یه عده آدمی هستش که مطالعه نمیکنن و یه سری اتفاقات پشت پرده رو نمیدونن، رقم میخوره، بعدش هم میگن ضرر کردیم و آی چین و چنان. که سعی میکنیم که امروز در این ویدیو پشت پرده های وضعیت بورس، وضعیت یورو دلار، آینده وضعیت بورس، آینده یورو دلار، قیمت خودرو، محصولات لبنی، حتی مسکن، تخم مرغ من شنیدم شونی 25-6 هزار تومان شده، صحبت میکنیم. ویدیو جالب و جنجالی خواهد شد و حتما تا انتها برید. حالا یه بارم اگه حالا با گلنار اینا نخواستید این ویدیو رو ببینید، جای دوری نمیره. و قبلا هم ما تست کردیم دیگه، مثلا یه ویدیو زدیم راجع به بورس 25,000 نفر 24,000 نفر ویو خود، یه ویدیو هم ما اومدیم تیتر یه چیز دیگه زدیم، همون ویدیو همین الان برید ببینید بالای 100,000 نفر دیدنش. پس نشون میده که برای اینکه مردم رو شما آگاه بکنید گاهی وقتا لازمه که از یه سری از تکنیک ها هم استفاده بکنید. اما میخوایم در خصوص وضعیت بورس صحبت بکنیم، زیاد صحبت کنیم و خیلی هم درخواست شده بود. اواخر سال 98 با توجه به بحران کرونا وضعیت اقتصادی دنیا به مرز نابودی داشت حرکت میکرد و تمام بورس های دنیا با ریزش شدید و سقوط همراه بود، تا جایی که طبق آخرین آماری که مسئولان اعلام کردن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 98 7% منفی بوده نه مثبت، و رشد سرمایه هم 6% منفی بود، یعنی منفی 6% ما رشد اقتصادی رشد سرمایه داشتیم اونجوری که گفتن و منفی 7% رشد اقتصادی داشتیم و ایران در سال 98 تحت شدیدترین تحریم هایی قرار گرفته بود که در طول تاریخ بی سابقه بوده. با همه این اتفاقات ایران یه حرکت پشم ریزون و مجاز آسایی زد به اصطلاح و شاخص بورسش 178% رشد کرد. برآورد ما اینه تقریبا روزی نزدیک 1000 میلیارد تومان در این چند هفته اخیر به سمت بازار سرمایه اومده و روزی؟ بله، روزی 1000 میلیارد تومان منابع جدید اومده. یعنی اقتصادهای اول دنیا پشماشون ریخت که ایران چجوری بورسش داره رشد میکنه با این وضعیت. حتی خیلی هاشون هم دوره پیشرفته دیدن ولی خب متوجه شدن چه کلاهی دولت سر مردم گذاشته. قبلا هم گفته بودم و گفتم که حتی در ویدیویی که در ماهای گذاشتم منتشر کردیم میگفتیم که منتظر باشید افزایش قیمت طلا رو داریم در اواخر شهریور ماه که همین اتفاق افتاد، طلا افزایش پیدا کرد. ولی متاسفانه ویدیو رو چون تیتر از اینا نداشت، خیلی ها ندیدن، اونایی هم که دیدن قطعا میتونن، اونایی هم که دیدن چه لهجه‌ای میتونن تایید بکنن صحبت‌های ما رو. اما در آخرین صحبت‌هایی که دولت انجام داده بود گفته بود که ما هیچ دخالتی نداریم، راجع به دخالت دولت هم صحبت می‌کنیم. این ریزش شدید بورس که شاخص بورس تا 2 میلیون رفت، الان تا 1,500,000 ریزش کرده، باعث شد که دولت بتونه صندوق توسعه ملیشون میلیون دلاری پر بکنه. دولتی که صادرات واردات نداره، نمیتونه پول نفت به دست بیاره، نفت هم نمیتونه بفروشه، اصلا کل اقتصاد دنیا الان خوابیده به خاطر وضعیت کرونا. دولت به صورت خودجوش پولدار میشه، حتی همسانسازی میکنه حقوق بازنشسته ها رو، حالا خیلی هاشون رو، نه اونایی که حالا بازنشسته لشکری هستن، معلما مثلا، یعنی همسانسازی که چندین سال بود نمیتونست انجام بده. یعنی حسابی وضعش خوب شد و سرمایه های مردم رو با کلک هایی که زد پودر کرد. آقای روحانی اومد سخنرانی کرد تو تلویزیون. حالا همه اینا رو میگیم که چه اتفاقاتی افتاد و قراره چه نقشه‌های دیگه‌ای رو برای مردم بکشن. آقای ربیعی به عنوان سخنگوی دولت اومدن گفتن که ما سال 94
یه مجوز قانونی گرفته بودیم، یه مقداری گیر و گور اداری داشت و ابهام داشت. ما نمیتونستیم از صندوق توسعه ملی پولی رو ورداریم و تزریق بکنیم به بازار سرمایه. الان که سال 99 شده این گیر و گورها رفع شده و ما میتونیم یه درصدی پول از صندوق توسعه ملی واریز بکنیم توی بازار سرمایه که هفته آینده بازار بورس آرام خواهد شد که این 1% میشه 910 میلیون دلار. و سوال اینجا هستش که این پول رو از کجا آوردن؟ جز از این هستش که بورس رو به صورت فیک کشیدن بالا و ما هم گفتیم آقا میکشن بالا و ریزش میکنه. پول رو به دست آوردن، از جیب مردم گرفتن، بعد دوباره میخوان بریزن تو بورس، به مردم بگن که بازار بورس آروم شد. از اون طرف وقتی که آقای ربیع به عنوان سخنگوی دولت اومدن گفتن که هفته آینده ما احتمالاً پایداری بازار بورس رو داشته باشیم، 4 ستون مردم لرزید. گفتن یا ابرفضل، باز یکی از این دولتی اومد یه صحبت کرد. هر موقع ماشاءالله اینا صحبت میکنن همه چیز برعکس میشه، یعنی میگن بازار آروم میشه، نابود میشه. از سال 94 ما یک مجوز قانونی وجود داشت که صندوق توسعه ملی 1% از دارایی خودش رو در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری کنه. تا حالا ابهام داشت و این کار انجام نشده بود. تا یعنی همین الان هم به علت ابهامات این کار صورت نمی گرفت. اخیراً ابهاماتش رفع شد و من اینجا اعلام میکنم که از اول هفته آینده این سپرده‌گذاری صورت خواهد گرفت که کارشناسان معتقدن موجب پایداری بورس خواهد شد. بله، یعنی سوالی که الان ایجاد میشه این هستش که چجور دولت از سال 94 نتونسته یه طرح و رفع ابهام بکنه. خب تابلو دیگه، پول نداشته. این رفع ابهام هم چرت و پرته. پول از بورس به دست آورده، حالا میخواد تزریق بکنه تو بازار سرمایه. البته گفتم دیگه وقتی این صحبتو کرد آقای ربیع، 4 ستون مردم و تن و بدنشون لرزید، چون آخرین باری که یکی از این مسئولین دولتی اومده بود صحبت کرد راجع به بهتر شدن وضعیت اقتصادی زمانی بود که مرداد ماه آقای روحانی اومد گفت آقا قرار گشایش اقتصادی صورت بگیره، در صورتی که گشادی اقتصادی بود تا گشایش اقتصادی. و کلا از همون موقع که آقای روحانی اومدن صحبت کردن بورس سقوط کرد، یورو دلار افزایش پیدا کرد، قیمت خودرو افزایش پیدا کرد، محصولات لبنی افزایش پیدا کرد، مسکن افزایش پیدا کرد، قیمت تخم یعنی کلا هر چی بود افزایش پیدا کرد. و ما گشایش اقتصادی رو اگر بخوایم با رسمش شکلشون بدیم میتونیم این تصویر رو رقم بزنیم برای طرح گشایش اقتصادی و صحبت‌های آقای روحانی رو هم بشنویم. جالبه. و انشالله ما در هفته آینده یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد. دست دولت مقداری باز میشه، بی تردید دست دولت یه مقداری باز میشه. یعنی با این صحبتی که آقای روحانی کرد و حرف از گشایش اقتصادی زد، بیشتر شبیه گشادی اقتصادی بود و وضعیت سهامدارا و مردم و دولت دقیقاً مثل این شده، دارن هی مردم رو هر دفعه چند لایه میدن. و وضعیت یورو دلار رو دیدید دیگه، یورو شد 30,000 تومان، دلار هم 27 تومان. میتونم به زبان فارسی، خیلی زبان فارسی سخت بگم، در واقع اینا جر داده میشن، یعنی همه رو یعنی به شدت برخورد میکنن، باز میکنن، یعنی از وسط انسان‌ها رو باز میکنن دیگه، تعارف با کسی ندارن. یعنی اصلا نابود کرد آقای روحانی با این طرح گشایش اقتصادیش و یورو به 30,000 تومان تا این لحظه رسیده. و اگر ما نخواهیم گشایش اقتصادی ببینیم بعد چی رو بریم ببینیم و اصلا نخواهیم این گشایش اقتصادی صورت بگیره بعد چی کار انجام بدیم ما مردم؟ بگید آقای روحانی که مردم هر چقدر زودتر این اتفاقات رو رقم بزنن برای شما. چند وقت پیش آقای رئیس جمهور و همچنین رئیس محترم مجلس اعلام کردن که آقا قرار گشایش اقتصادی به وجود بیاد. ما هرچی هی صبر کردیم دیدیم هیچ گشایش اقتصادی به وجود نمیاد، هی نگاه میکنیم این ور نگاه کو گشایش اقتصادی، دیدیم خبری نیست. بعد یه چند روز پیش من اعلام کردم که آقا هیچ گشایشی ما احساس نکردیم که ناگهان اتفاقاتی افتاد که الان باید بگم آقا من حرفمو پس میگیرم. خود بنده طی این 3-4 روز گذشته واقعا دچار گشایش اقتصادی شدم. الان شما قیمت خودرو رو نگاه کن چه گشایشی پیدا کرد، قیمت ارز رو نگاه بکن گشایشش رو دارید، قیمت مسکن، باقی قیمت‌های بازار رو نگاه بکنید چه گشایشی. آقا ما متوجه گشایش شدیم. خواستم بگم که اگه میشه دیگه لطف کنید گشایش ایجاد نکنید. بورس هم که الحمدلله میبینید در چه وضعیتی. اگه میشه یه لحظه شما استراحت بفرمایید، همین دیگه ما لطف کنید گشایش نکنید، چون دیگه
به نظرم طاقتشو نداریم. بله. از اون طرف تا همون اوایلی که داشت بورس به صورت فیک رشد میکرد، ما در رسانه پشت پرده گفتیم آقا این بورس فیکه، نرید توش سرمایه گذاری بکنید. خیلی از اقتصاددانا هم گفتن آقا نکنید این کارو، وضعیت اقتصادی ایران آنچنان باید و شاید استیبل نیست، خوب نیست، اصلا ما صادرات واردات نداریم، شما میرید تو بورس سرمایه گذاری میکنید. خب مشخص فیک داره میره بالا و 178% رشد الکی داره. از اون طرف آقای علی آقا محمدی که ایشون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستن، اومدن گفتن که چرا از این صحبت ها میکنید، چرا میگید که بورس فیکه، بذارید الان ایام شادی مردمه و سقوط بورس رو به سقوط کوه ایشون تشبیه کرده گفتن که اینقدر منفی نگر نباشید، آدمای منفی نباشید، بذارید مردم شادی بکنن. اونایی که همیشه کارشون ما معروفه میگیم این طرف همش ذکر مصیبت میکنه. آره. یه اون ذکر مصیبتی ها رو بذارن کنار، فعلا وقت اون نیست، یعنی ایام شادی ملته، این اونا رو خیلی نمیخوام. اونا اگر حرف درست حسابی دارن که خیلی هاشون دارن، اونا الان باید حرفشون به سیاستگزارا بذارن، یعنی باید حرفا رو منظم کنن، راه حلاشون رو پیشنهاد بدن، بگن چگونه این کار بکنیم، والا بگو آقا اصلا هیچ کاری نکنیم، اصلا داره سقوط میکنه، بذار سقوط. مگه سقوط چیه که مثلا ما کوه میریم، ما زیر پامونم دره خطرناک است، حالا همه ما شروع کنیم آقا دره. خودش عاقلی این کار نمیکنه، میگه ارتفاع. او رو داره نگاه میکنه، مواظب دره هم هست طبیعتا، یعنی اینجور نیست که دره رو نگاه نمیکنه. بنابراین من میگم مردم خیلی به آدمای منفی جلب بله. از اون طرف ما دیدیم که شادی نبود و اینا همش نقشه بود برای اینکه بخوان سرمایه مردم رو پودر بکنن. این حرفانو بذار کنار، بیا تا اینا در نرفتن چیزاشون بگیریم، اموالشون بدزیم، آزادشون کنیم برن، گناه دارن، زن و بچه همراهشونه، بعدم بشینیم یه قرار قانون حسابی بذاریم، هر کی بره سر خودش. ها؟ و دیدیم دیگه چه اتفاقاتی هم در روزهای گذشته افتاد و حالا هم ببینید دیگه اونجوری که کارشناسا گفتن، میخوام آینده‌اش هم به شما بگم که بورس رو میارن پایین، یورو دلار همجوری مثل ترازوی برعکسه، بالا پایین میکنن که مردم سرمایه‌شون از یه جای دیگه به جای دیگه انتقال بدن. آینده بازار بورس و بازار خودرو، ماشین و همه اینا رو هم به شما میگیم، ولی خب ببینیم که اول چه روندی اتفاق افتاده و چه تصمیمی دارن میگن. صحبت‌های مسئولین پازلگونه بذاریم کنار هم دیگه، به اونجاش هم برسیم. رئیس بانک مرکزی 17 مرداد سال 1399 اومدن بهش گفتن آقا درسته شما میخوای کسری بودجه رو جبران بکنی، و ایشون گفت نه، ما چرا خودمون رو با مردم درگیر بکنیم و ما تضمین میکنیم که تا چند روز آینده وضعیت بازار یورو دلار بهتر بشه، وضعیت بازار بورس بهتر بشه، و با گفتن جملاتی مثل انشالله و ماشالله اگر خدا بخواد خواستن قضیه رو حل بدن جلو. بشنوید. میگن دست خودشونه، کار دولته، ارزو گرون کنه، کسی بودجهشو در بیاره، بعد هر موقع پولا جمع شد حالا ارزو میاره پایین. اصلا همچین حرفایی نیست. مگه میشه رئیس جمهور همش دنبال کنترل نرخ ارز، بنده دنبال کنترل نرخ ارزم، بعد بگیم به خاطر مثلا بودجه این کارو میکنم؟ نه اصلا میگن واسهشون درآمدزاییه. اصلا درآمد مهم نیست. مگه من میتونم 85 میلیون نابود کنم به خاطر یه درآمدزایی؟ شما میدونید نرخ ارز بره بالا کشور نابود میکنه. نه، اینو من به مردم این اطمینان رو میدم که اصلا همچین چیزی وجود نداره، و اگر من بتونم همین امروز فردا که میتونیم ان شاءالله به تدریج خواهند دید این نرخ رو میاریم پایین، ان شاءالله خدا کمک بکنه، به مردم هم نشون میدیم که نه هدفمون اصلا اینا. این جمله آخرش شنیدید که گفتش که انشالله و ماشالله اگر خدا کمک بکنه تا هفته آینده وضعیت اقتصادی و بازار بورس و همه اینها درست خواهد شد. الان هفته ها گذشته وضعیت بدتر شده، بهتر نشده و گویا خدای اونها هنوز نخواسته که وضعیت اقتصادی بهتر بشه، و با جمله خدا کمک بکنه و از این صحبت ها و دایورت کردن روی نظر و نمیدونم چیزای مختلف دارن وضعیت مملکت رو جلو میبرن. از اون طرف اقتصاددان های دنیا با شنیدن کلمه خدا کمک بکنه پشماشون یه جا ریخت، اصلا گفتن چه سیستمی اینا دارن استفاده میکنن، نه تحلیل اقتصادی پشتشه نه تحلیل علمی پشتشه، میگن اگه خدا کمک بکنه وضعیت بهتر میشه. اصلا با خدا کمک کردن علمه، خدا علمه. بعد از اون طرف دولت میگه که ما هیچ دستکاری توی بازار بورس نکردیم، ولی خب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نه بقال سر کوچه من نه بقال سر کوچه مردمی که این ویدیو رو میبینن، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که دستکاری در بازار بورس صورت گرفته، یعنی بورس رو خودشون دستکاری کردن. تو الان ما یه نگرانی جدیمون از دستکاری بازار هست. مستحضری در دنیا قواعد و مقرراتی در این حوزه وضع میکنن
که اگر دستکاری اتفاق بیفته یعنی اطلاعات غلط دادن به مفهوم گمراه کردن برای حوزه سرمایه‌گذاری، یعنی چیزی که وجود نداره رو ایجاد بکنیم. الان شده این اتفاق متاسفانه در گزارش‌هایی که ما داریم بخشی اتفاقات رقم خورده، یعنی شرکت‌هایی که مثلا قیمت سهامشون واقعی نبوده اما به شرایطی رسیدن و با یک رویکردی دنبال شدن که این قیمت‌ها یه جوری قیمت سازی شده و این نگرانی جدی ماست. بله، صحبت رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شنیدید و گفتم دیگه کلا دولت هم گردن نمیگیره که اصلا دخالت داره تو بازار بورس. و رئیس سازمان بورس آقای قالیباف اومدن و توی تلویزیون مصاحبه کردن، گفتن که ایشالله ما که گردن نمیگیریم دولت دخیل توی قضیه بورس، از هفته آینده یه سری از دولتی‌ها میان وارد بازار بورس میشن و از اون طرف ما شاهد این خواهیم بود که وضعیت بازار بورس از شنبه درست خواهد شد. این بازارگردانی اصلا از شنبه شروع میشه و نهادهایی که تو این جلسه حضور داشتن 60-70% بازارن یا بیشتر، اصلا عمده سهامدارای بازار اینا هستن و از شنبه به جد این دنبال میشه. منتها ما همزمان که در کوتاه مدت این بحث بازارگردانی رو انجام میدن، بورس تهران و فرابورس ایران این بحث صندوق‌های بازارگردانی و قراردادهایی که اینها با این صندوق‌ها میبندن که یک شرکت، یک سهام 1، 2 یا 3 تا بازارگردان فعال داشته باشه. ما اینو کوتاه مدت خود سهامدارای عمده انجام میدن، بلند مدتیش این قراردادها بسته میشه. یعنی این از شنبه بله شروع میشه. این نیست که ما منتظر باشیم اون نهادها شکل بگیرن، ولی در بازار سرمایه قاعدتا این باید منجر بشه به تشکیل این نهادها. ولی از شنبه این بحث بازارگردانی، اونم نه برای یه روز دو روز، بازارگردان باید همیشه در بازار حضور داشته باشه و این اتفاق میفته. سهامدار عمده این نقش رو ایفا میکنه. وقتی این صندوقا در از مجوز گرفت ایجاد شد، منتقل میشه به این صندوقها. موفق باشه. با این صحبت آقای قالیباف حرفشون درست بود دیگه. یک سری از این دولتی‌ها وارد شدن گفتن روی این زمین نندازیم دیگه، چرت و پرت تلویزیون گفته. شنبه یک شنبه بازار رشد کرد، 5% شاخص‌ها اومدن بالا و سبز شدن. دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه شاخص‌ها 15% اومد پایین. یعنی کلک مرغابی اصطلاحاً زدن به مردم و سر مردم رو کلاه گذاشتن و حتی یه سری از این دولتی‌ها هم خیانت کرده بودن. مثلا فولاد به عنوان کسی که تاثیرگذار هستش در بازار بورس 57 میلیون سهام خودش رو به عنوان حقوقی فروخته بود تا بازار وضعیتش بدتر بشه و اصطلاحاً دولتی‌ها هم صادق نبودن با بازار. ببینید حقوقی ها تعداد خیلی محدودی از اونها توی این شرایط صادق نبودن با بازار و حتی با مقام ناظر تو بازار سرمایه. بالاخره این نسبت به در واقع آینده شرایطی که واسش پیش خواهد اومد مسئوله. اما جا اینجاست که ما اگر نتونیم این فرهنگ رو جا بندازیم که شما دارید حمایت میکنید، به چه دلیل حمایت میکنید؟ آیا باید پول زور بیارید توی این بازار سهم رو گرون بخرید؟ نه، این واقعیتش همچین انتظاری هیچ وقت سازمان بورس که نداره. اصلا حمایت یعنی ما چی؟ حمایت حقوقی یعنی چی؟ دو تا معنی داره. اولا این که ما توی بازار سرمایه افتخارمون به اینه که نقدشوندگی در دارایی‌های ما بسیار بالاست. یعنی هر زمانی یک سرمایه گذاری دارایی خودش رو میذاره روی میز، بلافاصله براش مشتری وجود داره، چه بسا اینکه توی بازارهای دیگه این میزان نقدشوندگی وجود نداره. پس اولین حمایت در تأمین نقدشوندگی در بازاره که باید انجام شه. نکته دوم بحث وجود هیجانه. یه زمانی من میبینم در بازار حاضر میشه یک سرمایه گذار سهم با پی وی 20 رو بخره، دفاع میکنه وقتی بهش نقد میکنی که چرا این سهم رو دارید میخرید، استدلال میاره، ادله میاره، متغیر رو تحلیل میکنه. امروز تغییری در اون متغیر ایجاد نشده ولی سهم رو به پی وی 5 نمیخره. پس در بازار یه هیجانی فراگیر شده. وظیفه حمایت حقوقی یعنی که این من کاری بکنم که بازار از هیجان به سمت عقلانیت حرکت بکنه. حالا با همه این اتفاقات، حالا یه دست مردم میگن که آقا چه حرف میزنی، تهش بگو چی میشه، تهش چه اتفاقاتی میفته، سرمایه ما به کجا میرسه. عرض میکنم خدمتتون، اونجوری که کارشناسا گفتن قیمت یورو تا 34-50 تومن بالا میره، قیمت دلار هم تا مرز 30,000 تومن، پوندم که نگم براتون میره تا 37-8 تومن و اینها باعث میشه که تاثیر مستقیم بذاره روی سایر کالاها. مثلا همین پراید شخمی که یه عده دارن و الان قیمتش تقریبا روی مرز 100 میلیون تومن بازی میکنه،
ولی من الان یه سوال مونده تو ذهنم که در قالب برای این صحبت هم میگم. آیا میدونستید که همین پراید شخمی اونجوری که خود مسئولین میگن 1500 یورو از قطعاتش از خارج از کشور میاد و خواهشاً اگر مسئولین سایپا شفاف سازی بکنن که کدوم قطعات این پراید 1500 یورو میارزه، بگم ما اعلام بکنیم به شرکت پژو و بنز و بی ام دبلیو که بفهمن که آقا پراید اونقدر هم که اونا میگن شخمی است، قیمتش الکی هم بالا نیست، واقعا بالا. کارشناسا میگن 1500 یورو قطعه پراید شخمی از خارج وارد ایران میشه، کاملا 100% تولید ملی نیست. و سوالی که ایجاد میشه این هستش که بابا ما الان میبینیم مثلا تو این سایت‌های خارجی قیمت مثلا 200 گذاشتن 500 یورو، 200 که تو ایران 200 میلیونه و سایر ماشینا رو ما میبینیم که گذاشتن مثلا 1000 یورو، 1200 یورو. یعنی طرف بیاد خارج از کشور همون پول پراید رو ورداره مثلا یه ماشین بخره، میتونه 200 سری از این ماشینای این تیپی رو کاسب بشه و ورداره ببره ایران و خیلی هم دارن این کار رو انجام میدن. و سوالی هستش که دقیقاً چه قطعاتی داره داخل پراید مصرفش. خب طبیعتا وقتی قیمت یورو دلار بره بالا و دقیقاً مثل یک ترازو میمونه که اگر قیمت یورو بره بالا بورس افت میکنه و از اون طرف هم بورس بره بالا قیمت یورو دلار کاهش پیدا میکنه، اونجوری که مسئولین دارن بازی میدن و دخالت میکنن در بازار بورس و بازار سرمایه و بازار یورو دلار، این اتفاقات خواهد افتاد و قیمت ماشین رو ما شاید خواهیم بود که افزایش پیدا میکنه. از اون طرف چند ماه دیگه با توجه به اینکه نزدیک انتخابات میشیم چه اتفاقی میفته؟ بازار بورس رو اصلاح میکنن، یه مقدار شاخص‌ها رو تنظیم میکنن میبرن بالا، قیمت یورو مثلا از 33 4 تومن میکنن 23 4 تومن، مردم رو به مرگ میگیرن که به تب راضی بشن، بعد میان تو تلویزیون مصاحبه میکنن اینجوری جلوی دوربین میگن که آره ما به مردم گفتیم که صبور باشن و در بازار سرمایه و بازار بورس صبر بکنن، صبر نکردید، بازار هم بعدش اصلاح شد، در صورتی که تا تونستن سرمایه‌های مردم رو پودر کردن و هیچ وقت هم نمیان توضیح بدن که چجور در بازار جهانی که بورس افت میکنه در بازار ایران بورس افزایش پیدا میکنه. و همه میدونستن که این قضیه پایدار نخواهد بود و حتی دولتیایی که زیر نظر دولت هم هستن به فکر جیب خودشون بودن، نه به فکر جیب مردم. استفاده کنن. فضای بورس رو آماده کردیم برای حضور مردم. البته بورس ویژگی های خودش رو داره، بورس فراز و نشیب داره و هر کس وارد بورس میشه کوتاه مدت نباید نگاه کنه، بلند مدت، میان مدت باید فکر بکنه. و من تأکید من باز به همه مسئولین بورس و همه شورای بورس و دیگران این هست که برای سرمایه مردم مراقبت بکنند، نگذارند افرادی در تبلیغات شیطنت بکنند. از همه خبرگزاری ها، روزنامه ها، صدا و سیما و همه تریبوندارها میخوام مردم یاری کنند، مردم کمک کنند. نگذاریم یک فضایی اگر به وجود آمده اون فضا را دچار سختی و مشکل بکنه. در صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. حالا تیتر اون یه مقدار شیطنت آمیز بود ولی اگر دوست داشتید برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، قطعاً روش کلیک میکنن یه عده. و ممنون که با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کنید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه